میگن فلانی شنبه است، یعنی چی؟ یعنی لباسش چند تیکه بوده بعد تیکه هاش داده بیرون از زیر. مثلا یه لباسی که نافرمه مثلا اینجوری که میشه این شنبه است، یک شنبه. منو مثال زد. این شنبه است، این یه شنبه است. دقیقاً بله. خب حالا بهت میگم. میگن مثالی نداری بزنی؟ میگن فلانی لاکچریه، یعنی خوشیپه، با کلاس، این خودت و گرون. قربونت برم. چی گفت؟ چی نشنیدم. یاد بگی نصف توه. میگن فلانی شیش میزنه، یعنی تو انتخاب لباسش با هم دیگه مثلا تناسب نداره. مثلا شب پارچه‌ای با تیشرت مثلا آستین کوتاه میپوشه و الان نسبتشون کلن گیر داده به من. مهمون شما ما خواهش میکنم. سربر مایی. ما شما رو ببینیم. الان برای کی دست میزنین؟ من تکلیفمو بدونم. ایشون خیلی